باغ میرزاشاه اکابر در دهه جفر ناحیه رشت را میتوان آثارخانه سیب نامید. در اینجا ده ها نمود سیب پرورش کرده می شوند. گذشتگان میرزاشاه اکابر باغبان بودند. به گفته میرزاشاه عمر او نیز مثل اجدادانش درون باغ گذشته است. اما کار این باغبان تنها با پرورش درختان محدود نیست. میرزاشاه اکابر تلاش میکند در کارش نوآور باشد. این هم یکی از نمونه های جالبی کار اوست. وقتی که من جوان کردم نوده های بسیار پیدا شد. بعد گفتم که بیا در هر یک نودهش من یک نو پیوند میکنم و باور دارم که این درخت برداشتی چند نوع داره و شما ببینید که در یک درخت 12 نوع است. بعضی نوعها تا باور نیستن نسبت کسلی و حشرات ها خود از یک درخت معلوم میشه و شما ببینید مثلا این بعضی برگش خوش شده است و این یگان تاش خوش شدگی نیست، این ببینید خوش شدگی نیست، اینش کم کم کسلی قطرق پیدا کرده است، اینش کسلی پوسش پیدا کرده است. یعنی از همینجا شما انتخاب کرده میتونه که کدام نوع نسبت کسلی و حشرات تا باور. حالا که از یک ریشه غذا میگیره، از یک ریشه آب میخوره، مثلا یک تنه هست. پیوند کردن درختان در تاجیکستان کاری معمولی است، ولی به یک درخت پیوند کردن چندین نوع یک میوه کاری آسانی نیست. میگوید که این تجربه برای نفرانی است که زمینی کم دارند ولی میخواهند چند نمود سیب را پرورش کنند. کار دیگری میرزاشاه اکابر اختراع نمودهای نوی سیب و نوک است. سیب عزتشاهی، اسکندری و نوک اکابری را او اختراع کرده است. در این کار طبیعت یاری رسانی باغبان بود. مثلا برای یک عالم ساحه سلکسیه بسیار مورد میشد که عمرش کوتاهی میکند برای یک نوع برآوردن یک نوع با واسطه باردار کردن صنعی گل سالها باردار میکنه ولی اون نوع دلخواهش به دست نمیاد. ولی طبیعت همین خیلی است که با واسطه گردآلود کردن حشرات ها مثلا شمال امکانیت دارد که همین تصادفاً گرد گل یک نوع در وقت گل کردن دیگر نوعها در یک مدت وقتی گل میکند امکان دارد که طبیعتاً گردآلود شود و در همین وقت نوع پیدا میشه. ساکنان منطقه رشت در 200 کیلومتری دوشنبه اساساً به باغداری مشغولند. زمان بازارهای کشور به خصوص دوشنبه با میوه‌های وادی رشت تامین می‌شدند. اما سالهای اخیر در راسته بازارها میوه‌های خارجی از جمله سیب‌ها زیاد دیده می‌شوند. این باغبان سابقه‌دار میگوید سببش درست ترغیب نشدن میوه‌های محلی است. پس برای ما ضرورت این است که ما بیشتر محصولات خودمون را قدر کنیم، محصولات خودمون را به بازار خارج ببریم. در دوره شوروی تمام بازارهای آسیا میانه و روسیه از میوه همین منطقه رشت بند بود. امروز چرا نی؟ چون اون وقت بسیار خریدار داشتن، امروز نیست. پس این همه چیزا عامل‌های هستن که باید تاجر ما هم اندیشه کنه. ساحه وزارت کشاورزیمون هم باید به این چیز توجه کنه. میرزاشاه اکابر برای نوآوریش در باغداری سال 2016 صاحب یک جایزه یونسکو شد. جایزه مدل بی‌نظیر را در انجمن بین‌المللی آسیایی در مورد گوناگونی بیافرهنگی به او دادند. این باغبان یگان عنوان علمی ندارد، اما او زبان درختان را میفهمد و با آنها صحبت میکند. اگر این درخت زبان نداره، همه میدونن که زبان نداره، ولی برای من زبان درخت آموختن صحبت کردن است آسانتر است نظر به او انسانی که اون معرفت نداره، او فرهنگ نداره، اون ناموس نداره. برای من آسانتره در بین رستنی و درخت گشتن و زندگی کردن، برای من آسانتره.